تیر خلاص سازمان تامین اجتماعی بر پیکر گروه کارگری متاسفانه دستورالعمل داخلی سازمان تامین اجتماعی که از ابتدای سال 1404 صادر شده، زمانی که کارگر فوت میکنه حق اولاد و موضوع عائله‌مندی دیگه به بازماندگان و وراث کارگر پرداخت نمیشه. موضوعی که به دور از شعار تامین اجتماعی که همون بحث رفاه و تامینی هستش که همیشه این شعار رو تو صحبتاشون داشتن. سازمان تامین اجتماعی هم تا الان هیچ توضیحی در خصوص این دستورالعمل که مغایر با قانون سازمان و نحوه محاسبات مستمری بازماندگان هست تا الان توضیحی رو نداشته. امیدواریم که توضیح این موضوع رو مسئولین سازمان بدن و قوه قضاییه، سازمان‌های امنیتی هم به این موضوع که بحث معیشت